برای چک کردن نتیجه لاتری گرین کارت آمریکایتون در وبسایت اصلی بیایید و روی گزینه چک استاتوس کلیک کنید. روی گزینه کانتینیو کلیک کنید. در این قسمت کانفرمیشن نمبر خود نوشته کنید، تخلص خود نوشته کنید، سال تولد نوشته کنید. این کد در قسمت پایین نوشته کرده و روی گزینه سابمیت بزنید. اگر این صفحه برای شما ظاهر شد به این معنی است که has not been selected، یعنی برنده نشده اید. و اما اگر این صفحه ظاهر شد نشان دهنده از این است که شما برنده شدید. ایمیل آدرس، راهنمایی ها و گزینه های بعدی برای شما معرفی شده. اگر کانفرمیشن نمبر لاتری گرین کارت آمریکای خود فراموش کردید روی گزینه forget confirmation number کلیک کنید. در اینجا تخلص خود نوشته کنید، نام خود نوشته کنید، نام وسطی اگر نداشتید غیر فعال کنید، ماه تولد، روز تولد و سال تولد نوشته کرده. ایمیل آدرس خود نوشته بکنید و این کد در قسمت پایین نوشته کرده روی گزینه سابمیت بزنید. کانفرمیشن نمبر شما ظاهر میشه و شما میتونید از نو نتیجه خود چک کنید.